سلام دوستان گل گلاب. من قرار است فردا امشب حرکت کنم به سمت دبی. امیدوارم که زندگی خوبی باشه. و دوستان عزیز، من میخوام به دبی برم. پیش از دوستانم، چون دبی کشور زیبایی، تا ایران 1.5 ساعتی فاصله داره. از بدید ساعت 9 شب دارم با حرکت کنم به سمت اهواز. و دیگه من وقت ندارم، باید مثلا با جمع کنم برم، چون دیر شده. منم باید سالم جمع کنم برم به کشور دوحه، یعنی کشور دبی، کشور اماراتی، کشور عربا، چون واسه عربا رو بشنم و میرم اونجا. یا علی مدد، مواظب خودتون باشید. انشالله که سفر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.